میخوای بازوهات حجیم و قوی باشه؟ این 5 حرکت رو با من انجام بده. جلو بازو دنبل، صاف بیس، پاها به اندازه عرض شانه باز، دنبل ها رو در 2 دست بگیر، کف دست ها رو به جلو، آرنج ها نزدیک بدن و ثابت. دنبل ها رو با آرامی تا سطح شانه بالا بیار. حرکت فقط از مفصل آرنج باشه، شانه ها و کمر تکون نخورن. در بالاترین نقطه عضله جلو بازو رو منقبض کن. دنبل ها رو با آرامی کنترل شده پایین بیار. از رها کردن و تاب دادن وزنه پرهیز کن. جلو بازو دنبل تک دست نشسته. روی یه نیمکت صاف بشین. پای همون سمت دنبل کمی جلوتر از پای دیگه باشه. بازو کاملا صاف باشه. کف دست رو به جلو. آرنج به داخل ران تکیه داده بشه تا ثابت بمونه. دنبل رو به آرامی از پایین به سمت شانه خم کن. فقط مفصل آرنج حرکت کنه، بازو و شانه ثابت بمونه. در بالاترین نقطه جلو بازو رو منقبض کن. دنبل رو به آرامی و کنترل شده به نقطه شروع برگردون. از تاب دادن دست یا استفاده از کمر برای بلند کردن دنبل پرهیز کن. عضله هدف جلو بازوی و تمرکز روی بخش داخلی عضله است. جلو بازو دنبل چکشی بر تقویت بازوی 2 سر و ساعد هست. دنبل‌ها رو تو دستت نگه دار، کف دستا به سمت هم باشه، بدون چرخوندن مشت. دنبل‌ها رو به سمت شونه ها بالا بیار، حرکت رو کنترل شده پایین بیار و دوباره تکرار کن. آرنج ها نزدیک بدن باشن و فقط ساعد حرکت کنه. جلو بازو هالتر ایزد. روی میز لاری بشین، بازوها رو روی پد میز قرار بده طوری که آرنج ها روی لبه پد قرار بگیره. هالتر رو با دست ها نگه دار، کف دست ها به سمت بالا باشه. هالتر رو به سمت شونه ها بالا ببر و عضله بازو رو منقبض کن. به آرامی هالتر رو پایین بیار و دوباره تکرار کن. عضلات هدف، عضلات اصلی بازوی 2 سر، بخش میانی و پایینیه و عضله کمکی ساعده. از اینکه با ما بودین سپاسگزارم. لطفاً لایک و سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی ما رو هم ببینین.